رابطه یا توهم رابطه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که در یک رابطه هستیم که عملاً یک طرفه تعریف شده. حواسمون باید باشه که اساساً ما رابطه رو یک پروتکل دو سویه میدونیم، یعنی متقابل. وقتی که شما در رابطه‌ای هستید که خودتون صرفاً تعریف کردید، شروع میکنید به سرمایه‌گذاری‌های یک طرفه کردن، اهم از هزینه، سرمایه‌گذاری عاطفی یا وقت و انرژی که دارید میگذارید بدون اینکه طرف مقابلتون دقیقاً همین پروتکل براش تعریف شده باشه. بنابراین گاهی وقتی ما دچار تله‌هایی میشیم که اصطلاحاً در علوم شناختی به تله قمارباز معروفه. قماربازها یه رفتار عجیبی دارن. وقتی که توی یک قمار میبازن، به جای اینکه اون رفتار اشتباه رو متوقف کنند، قمار بعدیشون رو سنگین‌تر انجام میدن. اتفاقی که میفته اینه که در رابطه‌ای که ما داریم یک طرفه سرمایه‌گذاری می‌کنیم، به جای اینکه شروع کنیم این رفتار رو معکوس کنیم و متوقف کنیم، شروع می‌کنیم سرمایه‌گذاری عاطفی سنگین‌تر، مالی یا وقتی بیشتر رو پیش می‌گیریم، با هدف اینکه این ایثار ما طرف مقابلمون رو وادار کنه که بیاد سرمایه‌گذاری مشابهی رو در این رابطه بکنه که معمولا نتیجه نمیده. رازبلت نشون داده که در تحقیقات خودش وقتی که سرمایه‌گذاری عاطفی، انرژی یا مالی طرف مقابل کمتر از 10% باشه، این رابطه یک رابطه در خطر هست. پس بنابراین هر وقت که وارد رابطه میشید باید بدونید که چه هزینه‌ای دارید میکنید، چه به لحاظ عاطفی، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ انرژی، و طرف مقابلتون هم متقابلاً چقدر در این رابطه داره سرمایه گذاری میکنه. اگر یک سرمایه گذاری یک طرفه رو در پیش گرفتید، مطمئن باشید که در واقع در توهم رابطه هستید، نه رابطه.